آغاز میکنیم بخش خبری 23 رو 18 مرداد 1397 به عنوان پربیننده ترین بخش خبری. یه چند وقتی هست کار باحال کردیم، داریم دروغ‌های بخش خبری 23 رو در میاریم. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، حتی اگر از بخش خبری 23 صدا ما خوشتون نمیاد کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که متوجه بشید که اخبار صدا و سیما چیزی بیش از دروغ نیست و خیلی از دوستانی که چون دانش خبرنگاری و دانش رسانه‌ای ندارن نمیدونن که پشت پرده یه سری اخبار چه اتفاقاتی داره میفته. ما در کانال یوتیوب پشت پرده حالا بر اساس تجربه‌ای که داریم خبرها رو پلی می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم، دروغ‌هاشو در میاریم و میگیم مثلا فلان اتفاق قراره در روزهای آینده برای فلان خبر بیفته. خب آغاز می‌کنیم بخش خبری امشب رو. به لحن گوینده هم شما توجه بکنید دیگه. این گوینده ببین با چه لحنی چجوری روانشناسی شده، میخواد تو تفکر مخاطب بخورونه یه خبر دروغ رو راست رو. از امشب دقت بکنید به لحن گوینده مخصوصا 23. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. غبارروبی مضجع شریف رضوی با حضور رهبر انقلاب همزمان با ماه ذوالقعده. خب خبر اول یه خبر مذهبی هستش، به واسطه اینکه آیت الله خامنه ای نفر اول سیستم داخل کشور هستش، خبر اول رو به اون اختصاص میدن و غبارروبی در مشهد صورت گرفته. اما نکته حائز اهمیت، حالا چون خبر تحلیلی نیستش و بیشتر یه خبری هستش که از بعد مذهبی هستش بر اساس شرایط و توپولوژی داخل ایران، حضور ابراهیم رئیسی در کنار آقای خامنه ای. این حضور یه حضور استراتژیک، این خبر کاملا استراتژیک داره صدا و سیما پروموتش میکنه. در روزهای آینده مطمئن باشید خبرهای جالبی از ابراهیم رئیسی خواهید شنید. خب این خبر اول حالا من میدم جلو، به حال چون خبر مذهبیه یعنی بار چیزی نداره. اما خبر دوم که یه خبر کاملا اقتصادیه، این خبر جالبیه. ببینیم. استان خراسان حضور داشتم. 3 دسته ویژه به ستاد ویژه رسید. یه ستادی تشکیل شده به عنوان ستاد ویژه نمیدونم ارز و نمیدونم از این صحبت ها که خیلی جالب بوده. حالا ببینید وزرای مختلف، اینجا صدا رو میبندم و توضیح میدم، بهشون یه سری مسئولیت ها سپرده شده از طریق این ستاد. خب که یکی این مسئولیت ها رو با هم دیگه تحلیل بکنیم ببینید چقدر مسخره است. خب گفته که بر ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص و حمل و نقل نظارت دقیق شود. مگه تا قبل از این نظارت نمی شده؟ مگه تا قبل از این طویله بوده سیستم نظارتی ایران؟ خب پس این بند اولش که وظیفتون بوده، پس سفارش نباید انجام بشه. گفته که دستگاه استانی وظیفه بازرسی و نظارت رو بر عهده دارن. خب باید وظیفه نظارت و بازرسی رو داشته باشن دیگه. من و شما که نمیتونیم وظیفه بازرسی رو داشته باشیم. گفته وزارت سمت گفته که مسئولیت اعلام قیمت 20 کالا رو داره. این خب قبلا هم بوده. من نمیدونم اینا میان همه اینا رو پروموت میکنن، میان تو خبر با آب و تاب میگن نمیدونم بسته ویژه، نمیدونم سفارش ویژه. این همش به نظر من چرت و پرته، چون اینا وظیفه‌شونه. نرخ ارزم گفته همون 4200. شما اگه تونستید 1 سنت 1 دلار پیدا کنید در هر گوشه ایران با نرخ 4200 تومان، بگید من دروغ میگم بقیه راست میگن. یعنی فکر می‌کنم اونا تو ایران زندگی نمیکنن، خارج از ایرانن، نمیدونن این 4200 وجود نداره. بعد گفتن که نرخ ارز هم تا اردیبهشت ما ثابت میمونه. مطمئن باشید که نرخ ارز از هفته دیگه به صورت وحشتناک بالا میره. با توجه به اینکه بتونم گفتم خبر قبلی آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای همدیگه رفتن دیدن اونجا، مطمئن باشید اتفاقات عجیب و غریبی در روزهای آینده میفته. این دیدار کاملا استراتژیک بوده، علاوه بر اینکه یک خبر کاملا مذهبی بوده و صدا و سیما همین خبر رو میدونسته و به خاطر همین گذاشتهش تو بخش خبری 23 به عنوان خبر اول. و نکته بعدی این که مطمئن باشید تا یکی دو هفته آینده نرخ طلا و ارز و سکه به شدت بالا میکشه. پس اینا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، کار خاصی نمیکنن، میگن بسته ویژه سر مردم رو میخوان گرم کنن. اقلام 20 گانه کالاهای اساسی و ضروری که برای تهیه یا تولیدشون ارز دولتی به نرخ رسمی داده میشه در همه مراحل از ثبت سفارش و تامین ارز گرفته تا ترخیص، حمل و توزیع زیر ذره‌بین نظارت‌های دقیق هستند.
بار نظارت باید نظارت می‌شده، یعنی تا قبل از این نظارت نمی‌شده که این گند کثافتکاری‌ها بالا اومده. بعد یه نکته دیگه هم توجه بکنید، الان من 7-8 روزه دارم بسته‌های خبری 23 رو تحلیل می‌کنم. هر شب میان یک استان میگن آقا یک انبار احتکار شده ما کشف کردیم. چرا این خبرها رو پروموت میکنن؟ به استان‌ها بخشنامه دادن، گفتن که آقا برید روی هر استان یک انبار احتکار رو رسانه‌ای بکنید که به مردم این رو بقبولونن. به صورت روانشناسی شده که آره احتکارها باعث گرونیه، نه برجام، نه لغو برجام، نه دلالای سکه و ارزی که خودشون یورو و دلار رو بردن بالا برای اینکه بخوان کسری بودجهشون رو تامین بکنن. حالا ببینیم امشب هم قطعا شما این خبر رو میبینید و این خبر رو در روزهای آینده هم میبینید که هر روز میگن آقا فلان انبار کشف شده، فلان انبار نمیدونم. ببینید تو قسمت قبلی 23 رو متوجه حرف من میشید. خب هم روی دوش دستگاه‌های مسئول تخصصی و سازمان حمایت از مصرف کننده گذاشته شده. در این بسته‌ها تکلیف وارد کننده ها هم مشخص شده و باید علاوه بر این که پیشینه عمل کردیشون مثبت باشه، حواسشون به قیمت گذاری، عرضه به موقع و نحوه توزیع هم باشه. قیمت گذاری کالاها بر عهده وزارت سمت. نرخ ارز برای این دسته از کالاها هم تا اردیبهشت 98 تغییر نمیکنه. این گفته تا اردیبهشت 98 تغییر نمیکنه. مثلا من نمیدونم اینا چرا مثلا دنبال چی هم فکر میکنم، مثلا مردم چی بگم والا بی احترامی میشه، مردم چی فرض کردن؟ قیمتا تغییر نمیکنه، هر روز داره قیمتا تغییر میکنه، بعد میگن تا اردیبهشت ثابت میمونه. خب یعنی از تغییر قیمت این کالاها در بازار تا اردیبهشت سال دیگه خبری نیست. خبری نیست. به هم خوردن معادله قیمت فولاد در سایه کم توجهی مسئولان نظارتی. وقتی فولادی های ایران برای تنظیم بازار دست به کاهش قیمت 35% میزنن. این کاهش را اگر مقایسه کنیم با قیمت های 5-6 سال پیش اصلا افزایشی نیست. شاید از این اقدام فولاد مبارکه 2-3 نفر که وارد کننده بزرگ فولاد به کشور بودن ناراحت باشن. ببینید داستان از این قرار هستش که یه سری از وزرا که از جمله وزارت صنعت معدن تجارت اومد واردات فولاد رو داد دست یکی دو تا از فک و فامیلای خودش. اونا فولاد وارد میکنن در صورتی که ما 2-3 تا کارخونه فولاد مثل فولاد خوزستان، مثل فولاد مبارکه اصفهان رو داریم. اونها هی فولاد وارد کشور میشد، اینها هر چی تولید میکردن رو دستشون میموند. حالا فولاد مبارکه اصفهان اومده یه کار جالب کرده، اومده قیمت فولاد خودش رو 35% کاهش داده که اصطلاحاً در اصطلاح اقتصادی بهش میگن دامپینگ، که مثلا وارد کننده ها رو بخواد یک مثلا چجور میگن یه تلنگری بهشون بزنه که اونها ورشکسته بشن. اما این قضیه خیلی ریشه‌ای تر از این حرف هست، چون که یه سری دلال و مافیا پشت پرده هستن و اونها نمیخوان این کاهش قیمت صورت بگیره. مطمئن باشید تا روزهای آینده قیمت فولاد با این حرکت فولاد مبارکه بالا میره، یعنی اونا 30% کاهش دادن اما در روزهای آینده ضرب در دوش میکنن و 60% قیمت فولاد بالا میره. میگن آقا یه هفته حالا میاریم پایین که به مردم بگید ببینید مردم ما قیمت فولاد رو آوردیم پایین. حالا ولی دلالا نذاشتن، دلالا قیمت رو بردن بالا. خب اما بیش از 150,000 شغل با این کار ایجاد شد. اما متاسفانه 150,000 خانوار خوشحال فاقد تریبونن، 3 نفر ناراحت دارای تریبون و همینطور میان حرفاشو رو میزنن و همه فکر میکنن که اتفاق بدی افتاده. تریبونی که جو روانی میسازد و معادله شگفت انگیز که در بازار در حال رقم خوردن است. محصولاتی که با فولاد تولید میشوند افزایش قیمتی عجیب و غریب دارند. نباید ما یک محصول با قیمت 2700. این نکته جالبم بهتون بگم که شرکت فولاد مبارکه اصفهان 2-3 ساله که اصلا سیستم اقتصادیش ریخته به هم، ربطی به این نداره که اینها دلال ملال ها و اینا تونستن اونا رو زمین بزنن، نه اصلا ربطی به اونا هم نداره. اگه دقت بکنید حتی تو تیم‌های فوتبالشون هم دیگه هزینه نمیکنن 2-3 ساله، به خاطر اینکه نمیتونن هزینه بکنن. تومن بدین بعد یه کار کوچیکی روش انجام بشه تبدیل بشه به محصول 6000 تومانی. مثلا چی؟ مثلا لو پروفیلی که همیشه 200-300 تومن گرونتر از ورق بوده یا امروز 2 برابر بیشتر بشه. اما شاهکار سودجویان جو روانی، قیمت آهن قراضه از شمش فولاد پیشی گرفت. تو تاریخ فولاد ایران و جهان چنین چیزی سابقه نداشت. الان قیمت شمش قیمت شمش حدوداً 2450 تومنه، قیمت آهن قراضه 100 تومن 150 تومن بالاتر از اینه. ماده اولیت از تولید کارنامه دستگاه‌های دولتی در بودجه سال 95 چیزی حدود 1000 و
100 پرونده و بند تخلف از تفریق بودجه سال 90. ببین بیش از 1000 خورده، حالا دقیقش ایشون میگه ولی مطمئنم بیشتر از اینه، بیش از 1000 تا تخلف تو پرونده بودجه بوده. من نمیدونم طویله بوده اونجا، من نمیدونم سیستم اقتصادی خیر سرمون توی مملکت مسلمون نشستیم مثلا میگیم که حروم و حلال باید باشه، حق و ناس باشه، داره چه اتفاقاتی میفته. بعد ببینید نکته جالبتر هستش که ما الان سال 97یم، تازه بعد از 2 سال اینا یادشون افتاده که باید تخلفاتو بگیرن. باید همون ماه همون فصل در سیستم های اقتصادی دنیا همونطوری هستش، یه فصل وجود داره، باید سیستم های بازرسی صورت بگیره. الان مدیر عوض شده، خدا میدونه کجاست، بعدش هم میگن این مدیرا هم دولتی ان دیگه، میگن خب آقا مدیر دولتی بوده رفته، ما چون پروژه‌مون دست شرکت های خصوصی نمیدیم، میدیمش دست دولتی ها، این دل و دزدی هم توش صورت میگیره. 5 توسط دیوان محاسبات احصا شده و اینا نهایی شده به دادسرای دیوان محاسبات هم ارسال شد. نسبت به سال قبل، یعنی نسبت به سال 94 ما یه مقدار درصد کاهش داریم. یعنی انقدر تخلفات زیاد بوده، یعنی بالای 2000 تا بوده شده 1000 تا. مطمئن باشید سال 96 هم همون 1000 تاست، سال 97 هم 800 900 تاست. نمیشه یهو از 1000 تا بشه صفر که. حدود 4% بهبود داریم. تا جایی که میتونیم این نوع تخلفات رو قبل از وقوع عرض کنم جلوشو بگیریم، کاهش بدیم. سال آینده سالی استثنایی با بودجه استثنایی. چراغ جلسه بودجه نویسی امروز در ساختمان برنامه و بودجه روشن شد تا دخل و خرج 98 رو تعیین کنم. ببینید چقدر جالبه، یه خبر تخلف گفتن، بعد خبر بعدی گذاشتن بودجه. اینجا میبینید آقای نوبخت و امثالشون رو که پسرشون هم خبر اومد که دستگیر شده بود. الان بودجه رو مینویسن، بعد سال دیگه میگن کسری بودجه اومد، نمیدونم فلان. آقا تو این جلساتتون درست بودجه تصویب بکنید، از الان فرصت دارید. سالی که رئیس برنامه بودجه معتقده با توجه به شرایط اقتصادی پیش روی استثنائیه. پیش روی ببینید از چه ویژگی کلامی استفاده میکنه مجری، و به خاطر اینه که حرف اون شخص رو بیاره تو ذهن شما. احتمالاً حرف کلیدی خواهد زد. قطعاً ما یک بودجه نمیتوانیم برای سال آینده از الان به صورت دقیق تعیین بکنیم. با همین حرفش یعنی سیستم ایران از سال آینده دچار بحران اقتصادی خواهد بود. طلا و دلار و یورو بالا خواهد رفت، چون نمیتونن یک بودجه دقیق رو تشخیص بدن و بدن به دستگاه نظارتی که اونا بخوان تایید بکنن. مطمئن باشید که ما سال آینده با همین یک حرف سالی پر از تنش و متاسفانه فسادهای مالی خواهیم داشت. باید سناریوهای مختلفی رو در نظر داشته باشیم. از این جهت برای ما بودجه سال 1398 با توجه به شرایطی که وجود داره، چه شرایط بین المللی ما، چه شرایط داخلی ما و انتظاراتی که مردم دارن، یک در واقع میتوانیم بگیم که سال استثنایی و یک بودجه ویژه خواهد بود. مطمئن باشید سال خیلی استثنایی خواهد بود. محاسبه بلیت پروازهای خارجی بر اساس ارز مصوب بانک مرکزی، نه بازار غیر رسمی. بانک مرکزی به سازمان هواپیمایی بخشنامه کرده. از این پس ایرلاین ها مکلفن نرخ بلیت پروازهای خارجی رو بر اساس قیمت ارز مصوب و اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. یعنی منظورشون همون 4200 تومانه. سازمان هواپیمایی تاریخ دقیق نداده، اما گفته به زودی این بخشنامه رو به ایرلاین ها میفرسته. این در حالیه که در چند ماه گذشته و با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، بلیت پروازهای خارجی بیش از 100% افزایش قیمت داشت. بخاطر می‌دونی داستان چیه؟ یورو الان در حال حاضر 10,000 تومانه، 11,000 تومانه. دلار هم حالا همین هولوشه، چون من بازار ایران رو دقیق نمی‌دونم، هر روز ماشاءالله بالا پایین میره. اینا میگن که شما باید به همون 4200 به مردم بدید. یعنی با این کار میخوان یه اختلافی هم بین ایرلاین ها و مردم هم بندازن دیگه. یعنی مطمئن باشید که در روزهای آینده ما شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما خواهیم بود. مطمئن باشید این قضیه. اعتراض ایران به اوپک: مراقب خطای نظارتی خود باشید. وزیر نفت در پاسخ به نامه هفته پیش رئیس اوپک ضمن یادآوری خطای نظارتی کمیته نظارت بر توافق اوپک غیر اوپک نوشت:
ضروریه که کمیته از تلاش برای توزیع مازاد یا کاهش تولید نفت توافق شده پرهیز کنه. داستان از این قرار بوده که امریکا اومده بود یه سری از کشورها رو وادار کرده، از جمله عربستان رو، که تولید خودشون رو 2 برابر بکنن. عربستان اگر تولیدش 2 برابر بشه میتونه قسمتی از بازار نفت جهان رو تامین بکنه. از طرفی امریکا گفته بود که اگر عربستان بتونه این نفت رو تامین بکنه، ایران دیگه عملا نفتش در دنیا فروش نخواهد رفت. روحانی هم گفتش که ما اگر نفت نفروشیم میزنیم تنگه هرمز رو میبندیم و اگر تنگه هرمز بسته بشه 1/3 نفت دنیا تامین نخواهد شد. اومدن یه جنگای درونی راه انداختن که بعد نمیدونم احتمالاً خبرها رو شنیدید که روحانی گفت که تنگه هرمز رو میبندیم و اینا. اگر تنگه هرمز هم بسته بشه 1/3 نفت و 1/3 صادرات کشورها و تجارت جهان به خطر میفته، تنها اگر تنگه هرمز بسته یا ناامن بشه. از طرفی قیمت بنزین، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای اوپک از $70 $80 به $200 افزایش پیدا میکنه و این افزایش قیمت حتی توی امریکا هم تاثیرگذار خواهد بود. یعنی دیگه دولت ترامپ هم نمیتونه قیمت بنزینش رو کنترل بکنه با همین یک استراتژی که ایران میخواد به خرج بده. حالا وزیر رفته نامه نوشته گفته که آقا خطایی نکنید، حواستون باشه اگه بخواید نفت ما رو بالا پایین بکنید ما براتون داریم. زنگنه تاکید کرده تلاش‌های اوپک برای حفظ ثبات بازار بسیار مهمه و ضروریه که همه اعضا تصمیم‌ها رو با جدیت اجرا کنن. سریال رو دست خوردن محتکران این بار بیخ گوش پایتخت. دقیقاً همون حرفی که اول ویدیو زدم که رفتن انبار احتکار شده رو پیدا کردن، گفتن اینا سناریوه، میخوام به مردم میگن که احتکارها باعث گرونیه. بله احتکارها قسمتیش باعث گرونیه، اما قسمت دیگهش دلالها و مافیای خود دولت هستن که ارز و دلار و یورو رو خودشون بردن بالا و خودشون دارن بازیش میدن. در 1-2 ماه اخیر هر وقت به مراکز فروش لوازم خانگی سر زدیم، فروشندگان از کمبود و یا نبود کالا گلایه داشتن. داستانشون هم همینه دیگه. فروشنده ها میگن آقا ما جنسمون رو خریدیم مثلا با یورو دلار 4200 تومان، مثلا فلان عطر رو خریدیم و داریم توی بازار عرضه میکنیم، الان دلار شده 10,000 تومان. من اگر برم جنسمو بفروشم با دلار 4200 دیگه ندارم برم جاش با همون دلار 4200 عطر بخرم، باید برم با دلار 10,000 تومانی بخرم. عطری که تا دیروز میدادمش 100,000 تومان الان باید بدمش 400,000 تومان. به خاطر همین نمیان اجناسشون رو بفروشن. طبیعی هم هست که البته اینم خودش تخلفه، ولی خب بازاری هم دیگه، بازاری رو که طبیعتا باید بشناسید. اما اینا دارن ربطش میدن به اینکه این احتکار کننده ها باعث گرونی شدن، در صورتی که اینا احتکار کردن به خاطر اینکه یه سری دلال اومدن ارز دلار رو بردن بالا. دردی که آقا ما خود فروشنده ها داریم، فروشگاه دارن، نبود جنسه. وقتی به اتفاق تعزیرات در انبار یکی از برندهای معروف لوازم خانگی حاضر شدیم، بیش از 50,000 قلم کالا دپو شده بود. و از این انبار نشون اینه که اینا عرضه نمیشه در بازار، مگر در بازار باید پیدا بشه. از مسئول شرکت وقتی سوال کردیم چرا این کالاها رو عرضه نکردید، گفت منتظر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستیم. طبق این نامه‌نگاری که ما کردیم گفتیم آقای نوابی ما اینا رو با عرضه آزاد آوردیم، لطفا اینا رو به ما مشخص کنید و تا زمانی که شما نرخ رو اعلام نکردید ما این کالا رو نگه می‌داریم. آقای نوابی به وزیر صنعت معدن اعلام کرد آقا این کالاها مشمول احتکار نشود تا زمانی که ما قیمت اعلام می‌کنیم. دور هم دیگه. ببینید مدیر کارخونه میگه که من نامه زدم، از اون طرف تعزیرات میگه نه تو احتکار کردی. ببین اینا چیزایی هستش که پشت پرده با لابیگری همدیگه رو، مدیر کارخونه پولش رو داره، تعزیرات هم خود یک ارگان دولتیه دیگه، و همه پشت پرده با هم میبندن و جنگ زرگریش در روبروی میکروفون ها انجام میشه. در این شرایط تعلل سازمان حمایت از مصرف کنندگان جای سوال داره. سازمان حمایت درصد سود قانونی رو به شرکت‌ها اعلام بکنه و اینم نباید انقدر طول بکشه. چند روز پیش داد فعالان حوزه کاغذ هم از کمبود کاغذ در اومده بود. هر شب هزاران کامیون کاغذ از تهران خارج شده و در سوله‌ها این خبر تکراری 4 روز پیشه غیر قانونی و غیر استاندارد مخفی شده. بر همین اساس در ادامه این گشت تعزیراتی به سراغ انبارهای شهر ری رفتیم و به انباری برخوردیم که 450 تن کاغذ و همچنین 980 تن نخ در اون دپو شده بود. ما چک کردیم. چرا اسم این شرکت ها رو اعلام نمی کنن که اومدن؟ مارک تویوتایی که اینا رو لیفت میکنه رو نشون میدن، اسم شرکت ها رو نشون نمیدن.
و اینا جای سوال داره. آقا اسمش رو راحت به مردم بگی، شخص احتکار کننده رو به مردم بگید. مگه اینا احتکار نکردن؟ مگه مسلم نیست تخلفشون؟ اینا خیانتاییه که میکنن، بعد میگن اسلام به خطر میفته. که بارش 31/4 نشسته تو انبار، یعنی باید ایشون اعلام موجودی میکرده، نکرده. وقتی مشاهده میکنیم که باری در یک انباری عرضه نمیشه، هم بحث احتکار میتونه بهش اطلاق پیدا بکنه، هم اختفا. این کالاها سریعاً باید بر اساس قانون به نرخ رسمی در شبکه توزیع بشه. ما بر اساس قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، اون شخصی که قیافش مشخصه چقدر آدم درستکاریه محتکر هست تا چند برابر مبلغ محکوم میکنیم. بازرسی تعزیرات از انبارها همچنان ادامه دارد. قطعا کشف این انبارها توسط سازمان تعزیرات و دیگر سازمانهای زیربط هم مردم رو امیدوار میکنه، هم هشداری به سودجویان و هم میتونه غیر مستقیم افزایش‌های غیر قانونی قیمت رو که در این چند ماه داشتیم برطرف کنه. یعنی ببینید میگه که اگر اینا بیاد تو بازار قیمتا برطرف میشه. خب بیارید تو بازار ببینیم قیمتا برطرف میشه یا نه. جریمه بیش از 2 میلیون راننده فقط با دوربین‌های پلیس. از ابتدای سال 97 تا کنون بالغ بر 1,236,000,000 پلاک خوانی توسط این سامانه‌ها اتفاق افتاده. بالغ بر 2,300,000 متخلف هستند. ببینید داستان از این قرار هستش، گندش بالا اومده بود. یه سری از این افسرهای پلیس توی تهران که طبیعتا شما هم خیلی خوب اونا رو میشناسید و تو شهرستانا پول میگرفتن و خلافی‌ها رو صفر میکردن. بیشتر خلافی‌های دوربینی، چون خلافی‌های دوربینی رو میشه راحت توی اینترنت و توی سیستم دیلیت کرد رکورداشون رو، چون اینا آدمایی بودن که دست داشتن. اینا اومدن این خبر پوششی تو 23 گذاشتن که آره این همه دوربین ثبت شده، تخلفات گرفته و اونو میخوان پوشش بدن. نمیان بگن که به جای که خبری درست بکنن که جلوی اون دلالا رو بگیرن، جلوی اون فساد رو بگیرن در سیستم راهنمایی رانندگی، ببین چه خبرایی رو به مردم پوشش میدن. به مردم چه مثلا انقدر خبر دوربین ثبت کرده، مثلا کجای داخل ایران رو میگیره این قضیه؟ سرورهایی که توسط سازمان اطلاعاتش برداشت شده به عنوان متخلف به سرورهای پلیس برای اعمال قانون ارسال شده. یک سوزن به خود، یک جوال دوز به دیگران رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس شورای عالی استانها. امروز همین شوراها، همین شماها فشار میارین که آقا حتی اون صنعتی که امروز سبز شده میگن سبز تلقی نکنیم، برای اینکه درآمد شهرداری من بستگی به جریمه اون صنعت داره. مادر مرده رفته یک خزینه گذاشته، سرمایه گذاری کرده، نمونهش فولاد مبارکه. ببینید فولاد مبارکه خبر دوم سوم یادتونه ربطش دادن به این، یعنی گفتن که فولاد مبارکه چون سری از کارخانه‌ها هستن که آلودگی ایجاد میکنن، مثل فولاد خصوصا، مثل سیمان سامان، مثل سایر سیمان ها که آلودگی ایجاد میکنن. حالا محیط زیست یه خبر دوم بود، پوشش دادن توی این خبر زدن ترکوندن فولاد مبارکه اصفهان رو. حالا جالب‌تر اینه که هیچ وقت نمیان در خبرهاشون قضیه مرگ اون محیطبانا و داستان سقوط هواپیمایی که محیطبانا داخلش بودن رو کاور بکنن. میان چه خبرهایی رو کاور میکنن؟ خب چی برای اینکه استانداری و شهرداری من اونجا سالی 50 میلیارد تومان پول میگرفتن، الان موندی. منبع درآمد شهرداری ها شماست، افتخار میکنیم با آلایندگی شماها. به جای اینکه اون صاحب صنعت رو بریم تشویق بکنیم که دیگه آلاینده نیست، میخوایم مدیر عاملش اخراج کنیم که چرا آلاینده نیستی، برای اینکه درآمد استانداری و شهرداری من کم شده. ببینید گوش دادید، خودشون دارن میگن درآمد استانداری و شهرداری کم میشه، پس باید ما هر چیزی که پول تو جیبمون میره و هر چیزی که به سودمونه، اینو کی داره میگه؟ رئیس محیط زیست داره میگه. های کلانتری، من نمیگم شما هم نمیگید. پس استانداری و شهرداری دارن خیانت میکنن به خاطر جیب خودشون. این یه مدلشه که مثلا میشه محیط زیست. شما مطمئن باشید که دزدی های دیگه هم میشه که به نفع مردم نیست. بنده امروز بخوام قوانین محیط زیست رو اجرایی بکنم، 80% مدیران من باید تو زندان باشن. 80% تو زندان باشن فقط به خاطر محیط زیستا؟ دیگه مسائل دیگه و سایر شرکت ها بماند. پس چرا نمی کنید توی زندان؟ پس چرا نمیگیرشون؟ دستگاه نظارتی الان کجان؟ خبرم پخش هیچ چی هم نمیگه، مجرم ماستن اصلا اخباری ها.
وحدت، همافزایی، همدلی و اخوت، عهد سپاه و پلیس که 2 ساله شد. رئیس پلیس تهران در دومین همایش همدلی و وحدت با سپاه محمد رسول الله تهران گفت در گسترش امنیت از بسیج بیشتر استفاده می‌کنیم. به جای اینکه بعد گفت بهتر بود میگفت سرکوب، حالا دیگه گفتش که امنیت. خب ما باید این خبرها هم خبرهای پوششیه به خاطر اختلافات و اتفاقات عجیب و غریب و حضور مردم در خیابون‌ها این همایش‌ها برگزار میشه برای اینکه اونها رو ببندن و با هم هماهنگی‌ها رو انجام بدن. صدا سیما اینا رو پوشش میده، یه مردم نشون بده که آره نگاه کنید اینا هستن، حواستون باشه نرید تو خیابون کاری بکنید. در واقع این هماهنگی و همکاری رو سطوحشو بریم پایین‌تر، یعنی در سطح سرکلانتری‌ها و در نهایت کلانتری‌ها که در بخشایی که لازم هست، حالا شاید ممکنه نیرو انتظامی به میزان لازم نیرو نداشته باشه، تو بخشایی که لازم هست ما بتونیم از ظرفیت بسیج و همکاری که میکنن با پلیس در کلانتری‌ها و در بخشای مختلف از جمله همین بحث امنیت تفرجگاه‌ها یا حالا بحث برخورد با خرده فروشان از ظرفیت عزیزان بسیج استفاده کنیم. این تو برنامه‌مون است. از ظرفیت بسیج مشخصه دیگه. تبریک ایران به سوریه برای پیروزی‌های اخیر. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع سوریه ضمن تبریک برای شکست‌های پی در پی تروریست‌ها در مناطق مختلف این کشور اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد بازگشت مردم مقاوم سوریه به شهرها و روستاهاشون باشیم. به ما چه سوریه؟ به ما چه مردم اونا؟ بیایم تامین امنیت بکنیم توی استانهای خودمون، تو شهرهای خودمون. اصلا چرا این خبر دست دوستان پوشش داده میشه؟ چرا برای ما سوریه مهمه؟ بعد کی؟ رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. خب سرلشکر باقری همچنین و لزوم بازسازی هرچه سریعتر مناطق آزاد شده و شروع فعالیت‌های اقتصادی میگه که به سرلشکر باقری بر لزوم بازسازی و اینا تاکید کرده. بابا شما به تاکید بکنید بر لزوم بازسازی کرمانشاه، مردم زده اونها و اتفاقاتی که داره در اونجا میافته برید پیگیری کنید. مردم اونها به خدا الان هنوز خیلی هاشون توی کانکسن. در این مناطق تاکید کرد وزیر دفاع سوریه هم از دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران برای حمایت مستمر از مردم سوریه در مبارزه طولانی مدت با تروریست‌های تکفیری قدردانی کرد. واکنش‌های منفی سران عراق به تحریم شدن ایران. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تحریم‌های غیرقانونی امریکا علیه ایران رو محکوم کرده و اون رو تهدیدی برای ثبات منطقه دونسته. ببین چقدر دروغ میگه. صبح امروز محمود صادقی اومد یه توییت کرد. این متن توییتشه. نوشته دولت عراق مطابق ماده 6 قطعنامه 598 1100 میلیارد دلار بابت غرامت خسارت مستقیم جنگ تحمیلی رو به ایران بدهکاره و دولت ایران به لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده. اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران همراهی میکنه و گفته که این نماینده مجلس گفته آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، و اینو من نگفتم شما هم نگفتید. بعد ببینید 23 چقدر راحت میاد به مردم دروغ میگه آره عراق با مردم ایران همدردی کرده، چون مردم عراق هم دیدن گندش بالا، مسئولین عراق هم دیدن گندش داره بالا میاد، مسئولین هم دیدن گندش داره بالا میاد، رفتن دو تا از مسئولین عراقی گفتن جون مادرتون بیاد مصاحبه کنید، آبروی ما داره میره داخل کشور. ولی چیزی که مشخصه این هستش که اونها به فکر منافع خودشونن، به فکر کشور خودشونن، به فکر ما نیستن که اگه ایران تحریم بشه نفت عراق بیشتر فروش میره، اگه ایران تحریم بشه کریدورهای هوایی که پروازهایی که از روی ایران رد میشه دیگه میره از روی عراق رد میشه، پس برای اونها سود داره برای ما ضرر. ولی اینا دارن چه خبر دروغی رو به مردم میدن. سخنگوی رسمی گرداندهای حزب الله عراق هم گفت تحریم‌های امریکا ضد ایران به میلیون‌ها عراقی هم زیان میرسونه. مقاومت چه زیانی میرسونه؟ بیان توضیح بدن. اسلامی نوجبا، جنبش اصحاب اهل الحق، نوری مالکی دبیرکل حزب دعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون، شورای اسلامی عشایر عراق، گردان سید شهدای جنبش ارادی عراق، جنبش جوانان بشایر و فراکسیون فضیله در پارلمان از جمله افراد و جریانات عراقی بودند که تحریم‌های امریکا علیه ایران رو محکوم کردند. محکوم کردن اما پشت پرده گفتن که سود داره برای ما. محکوم میکنیم ولی نمیرن مقابله بکنن که.
آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی. آژیر خطر، ببین با چه ادبیاتی گوینده میخواد بگه که واو داره چه اتفاقی میفته. به ما چه صهیونیست‌ها و اسرائیل و اینا. بیایم بریم این بنده خداها و اون آدم‌هایی که مشکلات مالی دارن در جنوب شهرها، جنوب مناطق فقیرنشین رو بهشون نون آب بدیم، خبر اونها رو پوشش بدیم. تایم صدا و سیما که این همه هزینه میشه، پول آنتن داده میشه، پول نمیدونم حقوق کارمندها داده میشه، وقت مردم تلف میشه، این باید هزینه خود مردم ایران بشه. به خدا این حق الناسه. این خیانتیه که داره صدا و سیما میکنه و خبرهای اونو پوشش میده تا وقتی توی کشور خودمون اتفاقات تلخ وجود داره. ببینید مجموعه خبرهایی که میذاریم کنار هم دیگه 20 که به عنوان پربیننده ترین بخش خبری جز چرت و پرت و شروور چیز دیگه ای نمیبینیم. مرسی تا این لحظه با ما بودید. حتما دنبال بکنید. همونجوری که گفتم ما ویدیومون 30 دقیقه است، بیشتر نمیتونیم پخش بکنیم و حالا اگر دوست داشتید کامنت بذارید که تایم برنامه رو بیشتر کنیم. مرسی از شما.